شما سس یه ذره ته ظرف بمونه چیکار میکنید؟ میندازین دور. ما نمیندازیم دور. ما میایم سالاد میریزیم توش. اونقدر قاطی میکنیم یعنی از تک تک مولکول های اون سس ما استفاده میکنیم. همین حرکت رو تو همون با شامپو هم نه اینو ما میکنیم. اول یه ما شامپو رو سر و ته میکنیم کامل سرازیر بشه، اون قطرات آخرین ریز ریز میاد، چقدر حال میده. بعد که فکر میکنین تموم شده آب بریزیم توش کف میکنیم. بعد هی آب بریزی کف میکنین، یه جا دیگه فکر میکنی امکان نداره کف کنه، بازم کف میکنه، اونجا خودت هم کف میکنی. مثلا نشستیم دکتر مطب دکتر منتظریم که دیگه نوبتمون بشه. کاری که مردم دیگه میکنن، اونایی که غیر عادی ان، مجله و اینا مطالعه میکنن منتظرن. کاری که ما میکنیم، خب 20 نفر که الان اینجاست، 20 نفرم رفته، 20 نفرم قراره بیاد، این میشه مثلا 60 نفر. از هر کدوم کم کم بگیره 50. راست میگه، من این کارو میکنم. من اعتراف میکنم این کارو میکنم. روی مثلا فرش رو فرشی میندازن، روی مبل رو مبلی میندازن که خراب نشه، بعد میارن روی رو مبلی میندازن که رو مبلی خراب نشه. من یه بار یه چیزی خیلی عجیبی تو خونه دیدم، رفتم سمتش زدم کنار، دیدم بابامه. مامانم گفت رو شوهریه بنداز روش خراب نشه.